بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادر سوال نمودند که طرز درست و صحیح رقیه خواندن را که موافق قرآن و سنت است به ما بیان نمایید. بارک الله فیکم. و این چنین گفتند که چگونه باید جین از بدن انسان دور کرده شود و با کدام راه ها این عمل انجام داده می شود. اولا ما میگوییم که اهل سنت و الجماعت عقیده دارند که در حقیقت جین به بدن انسان داخل می شود و به این آیت و حدیث را دلیل می آورند. میگویند آیتی که به این دلالت می کند این است که در روز قیامت انسان ها می خیزند به مانند جین زده. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آنانی که در این دنیا ریبا خورده اند، پرتسین خورده اند، در روز قیامت نمیخیزند مگرم اینکه به حالتی گویا که دیوانه شده. ابن کثیر، امام طبری، قرطبی، دیگر از علما، ابن عباس و غیره همه میگویند که یعنی این آیت دلالت میکند که روز قیامت انسان هایی که ریباخور هستند مثل جین زده میخیزند و این دلالت میکرد که در این دنیا جین زدنش ممکن است. این فهم آیت بود. و این چنین در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگن این شیطان یجری مجرى الدم و حدیث های دیگر آمده است و علمای اهل سنت و الجماعت اجماع میکنند که داخل شدن جین به انسان ممکن است. این اولی مسئله بود. حالا باز میگردیم به سؤال برادر و به جواب آن. بارک الله فیکم. رقیه شرعی چگونه رقیه است؟ البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بیان نمودند. الله در قرآن عظیم و شان گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. البته این آیات دیگر که در اونجا الله سبحانه و تعالی میگوید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء. ما از قرآن نازل کردیم برای امت، یعنی در قرآن جزء از قرآن را برای شما یعنی شفا نازل کردیم. البته ما عقیده داریم که کل قرآن برای من و شما شفا است، اما الله در آیت میگه که و ننزل من القرآن و نازل کردیم از قرآن ما هو شفا، آن چیزی که برای شما شفا است. این دلالت میکند که بعضی از آیات ها شفا بودنش و شفا بخشیدنش به اذن الله از دیگر آیات ها دیده زودتر است و سختتر است و تیزتر است. بارک الله فیکم. برای همین رقیه شرعی یعنی خواندن بعضی از آیات ها و بعضی از سوره هایی که به قرآن و سنت ثابت شده است. اولینش چگونه باید باشد؟ اولا باید انسان به وضو باشد و انسانی که رقیه میکند باید موحد باشد. شرط اولین انسانی که رقیه میکند باید موحد باشد، اصول دین را جدا بکند و در عقیده اهل سنت و الجماعت باشد. دیدید که یک کسی که از توحید بیخبر است، موحد نیست، به نزد اون هیچگاه کسی را برده رقیه نکنونید، چرا که آخر الامر هم خودش و هم دیگر را مشرک میکند. بارک الله فیکم. به همین خاطر ما میگیم اولین شرط رقیه کردن موحد بودن است. چقدر که انسان موحد باشد همو قدر جین از اون میگریزد، همو قدر رقیه برای رقیه خواننده چی میشود؟ برای مریض شفا میبخشد. حتی روایت آمده است که امام احمد ابن حنبل را میگفتند که بیاید رقیه خوانید، میگفتند انمین کفش من را برید و بگویید که امام احمد حالا می آید. وقتی که کفش پای افضل امام احمد را به نزد مریض میبردند، جین از این مریض میگریخت، خارج میشد، چرا که در حقیقت میفهمید که کفش امام احمد ابن حنبل آمد، پای افضلش آمد، خودش هم می آید. چرا که امام احمد ابن حنبل موحد بودند، اهل سنت و الجماعت بودند. اساس تقوا انمین توحید و موحد بودن است. بارک الله فیکم. بعد از این به طهارت بودن و بعد از این قرآن را درست تلاوت کردن و بعد از این آیات هایی که رقیه آمده است خواندن یا آیات ها را زود یعنی آیات ها را با طرز درست و با قاعده خواندن. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن اقرأوا سوره البقره، یا که در حدیث دیگر آمده است البیت الذی یقرأ فی سوره البقره یفر الشیطان، یعنی در آن جایی که سوره بقره خونده می شود شیطان می گریزد. پس بارک الله فیکم.
سوره بقره رو تلاوت بکند از اول تا آخر، یا که از اولش کمی و آیت الکرسی و تبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و بعد از این آخر آیت و غیره و دیگر سوره و آیت هایی که خاصی رقیه هست که امروز کتاب ها نوشته شده است بگیرد و تلاوت بکند و بعد از این دعاها و رقیه های دعاهایی که با سنت صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت شده است اونها را تلاوت بکند. بارک الله فیکم. و انمین از سنت رسول الله. اما چیزی دیگری گفتن در اونجا بعضی خبرها است که بعضی جینخوان ها به دستشون چوب میگیرند، بعضی جینخوان ها به دستشون کرد میگیرند گویا که جین رو با کرد میکشند. همه این مخالف سنت و بدعت است و از راه مستقیم دور است. بارک الله فیکم. بعضی از جینخوان ها بعضی رگ ها رو زیر میکنند، میگن که این تجربه شده است. بعضی ها میگن چشم رو سخت زیر میکنند. بعضی ها سبحان الله لیلک انگشتی همون جین زده رو قطع میکنند، حتی قریب که میشکنند داد فیغان میکنند. بعضی ها شکمش رو، بعضی ها رگ گردنش رو. این همه بدعت و ضلالت است. بس که بلکه آرام میخوانید، آرام میخوانید. در حقیقت وقتی که انسان بی‌ضابطه شود، دیوانگی کند، در این حالت یک کسی دیگر این رو میدارد، نگاه میدارد تا که یگان ضربه از جانب اون نهایت. بارک الله فیکم. اما همین رقیه رو به آب خوندن یا به یگان طعام خوندن درست است یا نیست؟ در اصل سنت به آب خوندن یا که به یگان طعام خوندن رقیه به این چیزها خوندن نآمده است، بلکه رقیه میخونید، صف میکنید و به دست میمالید، به دست صف میکنید و به بدن میمالید. اما چخیلی که علما گفتند، علمای لجنه الدائمه، و این یعنی به آب خوندن خیر است میگن، اما در سنت واقع نشده است. اولی پیدایشش در افریقا شده است. اولین پیدایش رقیه خوندن به آب و همین آب را نوشاندن در افریقا وجود آمده است. بهترش این که موافق سنت نیست انجام داده نشود. بهترین عمل این حدی پیامبر صلی الله علیه و آله است. رقیه میکنید به هیچ چیزی که در نزد شما، یعنی چیزی که در نزد شما هست همون مریض است، چیزی دیگری نیست. آب و نان و این چیزها نیست، فقط مریض. به مریض صف میگید و به دستتون صف گفته به بدن مریض مالید هم درست است. خیلی که عایشه رضی الله عنها صف گفتن و بدن پیامبر صلی الله علیه و آله مالیدند دعاهای شبانه رو. و بعد از این بارک الله فیکم، البته ما گفتیم سوره موعظتین رو خوندن، سوره اخلاص رو خوندن و دعای پیامبر رو خوندن و دعا کردن. و وقتی که جین اگر به شما صحبت کرد، جین را به اسلام دعوت کردن، به ایمان دعوت کردن، گفتن این که اخرج عدو الله، ای از بدن مسلمان، ای دشمنی الله بیرون شو، اسلم تسلیم، اسلام بیار، تسلیم شو، سالم میمونی. گفتن که این همه به سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله ثابت شده است. یعنی شما میخونید در حالت خواندن بناگاه جین به سخن میدارد، یا که به سخن ندارد هم بگوید برو ای جین، اخرج عدو الله، برو ای دشمنی الله، از بدن مؤمن برو، ایمان بیار، اسلام بیار، سالم میمونی، وگرنه تو سوخته میشوی به قرآن. و وقتی که جین صحبت کرد، اون را به اسلام دعوت کردن و اون را به قرآن و سنت ترسانیدن و دعوت کردن است، نه چیزی دیگر. امروز جینخوان ها میپرسند تو چند ساله‌ای، کی داخل شدی، از کجا داخل شدی، بعد از این تو را به این کی داخل کرد و غیره و غیره، که این همه مخالف سنت است، این بدعت است. چرا که جین میتواند که به همه این سوال ها دروغ گوید. در بعضی حالت ها جین میگوید که مرا همسایه اش داخل کرد، مرا برادرش داخل کرد و بود عمر یک انسان به همسایه اش یا که به خواهر و برادرش قهری میماند، میگوید که جین رو به من در آورده ای تو، که البته این مخالف سنت است. با جین فقط صحبت میکنید به خاطر دعوت. البته این آمده از خیلی که ابن تیمیه رحمه الله ذکر کردن. بارک الله فیکم. از همین زیاد نمیشود، چیزی دیگری نیست. اما مثلا یک بعضی جین خانو میگن که یک گوسفندی مخصوص ذبح کن، خونش رو به فلان جا برو بریز، نصفش رو به اینجا، نصفش رو به اینجا، یک خروس، این جنین چیزای وجود ندارد. این همه بدعت است. و بعضی ذبح ها در حالتی که رقیه کرده می شود خونش رو به بدن مول به نیت فلان جن پیره، این همه از شرک است که باید ما خودداری بکنیم. بارک الله فیکم. حیاکم الله و یاکم. برای میگم که امروز کسی اگر رقیه کردنی باشد، بهترینش اول خودش موحد شود و بعد از این خودش دم اندازد. هر کسی که میگه که ای انسان مرا رقیه کن، ای انسان مرا دم انداز، داند که از 70,000 که به جنت به حساب کتاب داخل میشن بیرون میشود. از این یک فضل، از این یک فرصت مناسب دور میماند و بیرون میشود.
بارک الله فیکم. انسان‌های موحد هیچگاه به کسی نمیگن که مرا دم انداز، مرا رقیه بکن، بلکه خودشان رقیه میکن. اما رقیه کردن جایز است، باکی ندارد. برای همین یک برادری رو یا خواهری رو دیدید که مریض است، کسل است، شما روید یک باره خودتان رقیه کردن رو شروع کنید و رقیه رو موافق قرآن و سنت بکنید. و هر کسی که به رقیه به نزد کسی رفتنی باشد، مریض باشد، هیچگاه به نزد ساحر، فالبین، جادوگر، این بدبخت صوفی و رافضه، به نزد یگان اهل بدعت داخل نشوید، چرا که این همه بدعت است، شما را مشرک میکند، در آخر از دین بیرون میکند. بلکه به یک عالم طالب علم اهل سنت در جماعت روید. بارک الله فیکم و رقیه را موافق قرآن و سنت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.